سلام هانیا، بریم یه روز از کارآموزی توی یک کلینیک رو نشونتون بدم. مراجعه کننده اولمون مال آرایشگاه بود. ببین چقدر خوشگل تمیز شد. وای ننه، این پرشین خوشگلمون که یکم هم قیافش اخمالوه اومده بود یه چکاپ ریزی بشه، یه قهوه بخوریم سر حال شیم. این گلدن خوشحالمون پر انرژی بود، جا اومده بود گوشش چکاپ شه، یکم حالت عفونت داشت. و اینو نگاه کن، تو رو خدا به من بگو این شبیه اسباب بازی نیست. خدای دومشو نگاه، با حتی اینو نگاه کن چجوری داره نگاه میکنه. بچه کیک بخوریم. اینم آقای رج جذاب، یعنی من دیوونه این نگاه ایرجم. تو رو خدا نگاه ببین چجوری نگاه میکنه آخه. بعد این ترکیب پرشین و بریتیش بود، یکم سلیت بازی در آورد، یکم کلی بازی در آورد، ولی بالاخره واکسناش اومده بود بزنه که زدیم، به یه بدبختی زدیمش. بله چقدرم خوشگل بود. این بچه هم دماغ چیه بابا بینیش ضربه خورده بود.